خدا نکنه که فرمون ماشینت برقی باشه، خب یهو تو جاده برقش قطع بشه، بدبختت میکنه. آقا این چه حرفیه خیلیا باب شده راجع به فرمون برقی میزنن؟ فرمون برقی اگر مصدوم بشه، معدوم بشه، محروم بشه، بازم میتونی کنترلش بکنی. یه بهت بگم داستانش از چه قراره. این یونیت فرمون برقی 207، اینم خود جواب فرمون برقی 207. این یونیت برای اینکه موتور رو راه بندازه و فرمون زیر دست نرم باشه 3 تا اصل مهم نیاز داره. اینجا رو نگاه کن، اونا چیه؟ یونیت باید بیدار بشه که بخواد کار بکنه دیگه. اینجا شما باید توی این سوکت‌های ضخیم‌تر، این سوکت زرده، یه مثبت و منفی دائم داشته باشی که اگر من اینجا رو نگاه کنید مثبت و منفی رو دارم، حتی با اینکه سوئیچ هم می‌بندم بازم برقراره. علاوه بر اون یه برق با سوئیچ هم باید توی این سوکت 3 سیم من باشه. 2 تاش مال سیمای شبکه است، یه دونش هم مربوط به برق با سوئیچه که اینجا نگاه کن لامپ تست من روشن شد. اگر این 3 تا باشه یونیت بیدار میشه و فرمون زیر دست نرم میشه. اگر هم که هر کدوم از اینا قطع بشه یونیت به خواب میره، ولی بازم من میتونم فرمون زیر دست چپ و راست بچرخونم و کنترل کنم. فقط فرقش اینه که زیر دست من سفته ولی قفل تو کارش نیست. حالا اگه این مطلب برات مفید بود و به دردت خورد، برای حمایت از ما یه لایک زیر این پست بزن.